سلام علیکم به بچه های گل. امروز ما ماینکرافت هست کردیم، ببخشید کلاج هست کردیم، چون بعضی دوستان گفتن کلاج زیاد خوب نیست، بریم ماینکرافت. تو قسمت بعد الان فقط میخوام برم تو ماینکرافت. تو قسمت بعد مودات ماینکرافت رو تو روبیکا میاری. بریم تو ماینکرافت. چرا اینجا ببخشید چرا اینجا اومد. خب یاره نقشه جیبیه، خیلی خوبه نقشه جیبی. چی میزنم نمیدونم جیبی، ولی نقشه جیبی خوبه. کلاج که من یک سابسکرایب خوردم و یک لایک خوردم. حالا ببینیم، شاید من یه سالن اجاره کنم فوتبال توش بازی کنم، شاید، نمیگم ولی شاید. بیار دیگه جونی جونیش کنیم. خب بریم اینجا. تو این قسمت باید فقط ویدیو زیاد نشه، خیلی بازدید نمیخوره. 2 دقیقه 30 ثانیه دیگه. خب من چی میخواستم؟ این تخم نمیده پایین. خب بیاریم این تخم عجیبه، میخواستم اینجا بذارم. خب این چیه؟ هیچی نیست، فقط اینم برای من خیلی جالب بود. اینم یه آرامش کنیم و ویدیو رو بندیم. نمیشه. خداحافظ تا ویدیوی بعد.